این مساجد در نزدیکی جایگاه خندقی که صحابه برای حمایت و دفاع از مدینه در جنگ احزاب حفر کرده بودند بنا شده است. مصادر و مراجع موثق تاریخی بر این دلالت دارد که اینها تقریبا 300 سال بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بنا شده است. یعنی هیچ ارتباطی با صحابه کرام که به نام آنان نامگذاری شده ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران بزرگوارش رضی الله عنهم هرگز جدا جدا نماز نمیگذاردند، بلکه آنان یک جا به طور جماعت نماز میخواندند. بنابراین بعید است که در این مساجد کوچک متفرق شده و هر یک جدا جدا نماز بخواند. برخی از مردم چنین میپندارند که این اماکن برکت خاصی دارد، لذا به در و دیوار آن دست کشیده و دعاهای خاص نیز میخوانند تا جایی که از برگ درختانی که در آنجا رویده است نیز میخورند و این در حقیقت یک نوع تمسخر و استدراج از طرف شیطان است تا اینکه این شخص مسلمان به غیر الله دل ببندد و مردگان و جمادات را به فریاد بخواند، در حالی که خداوند میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سوره نساء آیه 48. بر مسلمان لازم است که در هر جا و زمانی بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم درود بفرستد و برای یاران گرامیش دعا نماید و هرگز دعا و مکان یا زمانی را خاص نگرداند، زیرا که اینها همه از اموری است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سختی ما را به حذر داشته است، چون که راهی است برای عبادت غیر الله، در حالی که عبادت فقط شایسته خداوند است. این اماکن در زمان معینی از تاریخ یافت شده. سپس برخی جهت کسب مادی با بردن مردم به آنجا و خرید فروش در آنجا از آن سوء استفاده کردند و داستانهایی از خودشان تراشیدند تا اینکه بدین وسیله از کسانی که درباره این مساجد چیز نمیدانند مقدار پولی به دست آورند.